چرا 70-80% سوالا اینه که چند سانته؟ دیگه چند تا بچه 1 ساله رو توی اتاق بذاری بعد چند سال حرف زدن جدید. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ به یه ویدیوی دیگه از قانقان خوش اومدید. این اینتروش. آروم. آقا من توی اینستا ازتون پرسیدم که یه سوال خلاقانه از من بپرسید. منتها چرا 70-80% سوالا اینه که چند سانته؟ میخوایم چه کار؟ این اطلاعات رو چی کار میخوای؟ یکی هم پرسیده بود سایز پات چنده. دیدم کنید. ولی خب واقعا چند تا سوال جالب و جذاب پرسیده بودید که بیا دونه دونه با هم بخونیم ببینیم چیه، جداشون کردم که در موردش باهاتون حرف بزنم. پرسیدید نمیشه ما رو ببرید دور. دوستان بذارید این رو من اتمام حجت کنم، نه در مورد خودم، کلا در مورد پرسیدن این سوال از موتور سوارا. آقا جان شما ما رو نمیشناسید. خب من 25 سالمه و شاید شما من رو جمعاً 7-8 ماه باشه که توی پیجم شاید اونم تازه اگر از اول فالو کرده باشید، اگر نه که خب مثلا شاید 2-3 ماه منو میشناسید و نمیدونید من کیم، شخصیتم چطوریه، تو خیابون چیکار میکنم، اصلا بابا شاید یه قاتل روانیم. و این واقعاً یکی از اشتباه ترین کارهاییه که میتونید از یه آدم رندوم تو اینستا درخواست کنید که شما رو ببره بیرون. پس لطفاً حواستون باشه، به خودتون اهمیت بدید و جون هر کی دوست دارید با آدم رندوم بیرون نرید، حتی اگر بلاگری باشه که 10 سال میشناسیدش. من آدمی رو میشناختم که 3-4 سال خیلی با جزئیات میشناختمش در سوشال مدیا و 7-8 ماه هم در فضای واقعی با هم آشنا شدیم، رفیق شدیم و یهو توی موقعیتی یه کاری ازش سر زد که واقعا من توی دورترین نقاط از ذهنم هم نمیتونستم به این کاری که این آدم کرده فکر کنم. واسه همون هیچ وقت اعتماد نکنید، هیچ وقت فکر نکنید که قراره که این آدم تو سوشال مدیا آدم خوبیه، توی دنیای واقعی هم آدم خوبی باشه. من خودم رو دارم میگم، شما برید دنبال بقیه هم بگردید و بدونید که این کار اشتباهه. چند تا زید دارید؟ این سوال یه مقدار عجیبه به خاطر کلمه چند تا توی سوال. زید اصلا عجیب نیست، به نظرم زید درست ترین کلمه برای واژه زیده، یعنی پارتنر، دوست دختر و اینا همه واقعا مسخره است. یعنی آدم یا زن داره یا زید داره، تموم شد رفت. اما اینکه چند تا زید داره من درک نمی‌کنم. مثلا یه بارم یه پستی هم حتی در موردش گذاشتم، یکی پرسیده بود که چند تا مخ با موتور زدی. دوستان موتوره، سایت همسریابی که نیست. متوجه منظورم هستید انشالله؟ و نه چند تا زید ندارم، یه دونه دارم. سوال بعدی یه ذره سوال عجیبیه، چون که آدم وقتی اولش میخونه این چه سوال احمقانه‌ای پرسیده، ولی واقعا سوال خلاقانه‌ایه. و نوشته چند سالت بود فهمیدی که چند سالته؟ یه لحظه آدم مثلا اینو میخونه اینجوری که مثلا این مسخره است، رد میشی ازش، بعد دوباره برمیگردی بهش و یهو با خودت فکر میکنه که واقعا من کی به این خودآگاهی رسیدم که بفهمم چند سالم. یعنی مثلا تو مثلا نمیتونی از یه بچه 2 ساله بپرسی چند سالته و بدون هیچ اطلاعات قبلی که بهش داده باشن بگه من 2 سالمه. البته بچه 2 ساله نمیتونه بگه من 2 سالمه، چون احتمالاً نمیتونه انقدر سلیس حرف بزنه. اما واقعا چند سالتون بود که فهمیدید چند سالتونه؟ نزدیکترین خاطری که دارم اینه که مثلا از من پرسیدن شاید 6 سالم بوده، گفتم که 6 سالمه، یا 7 سالم بوده گفتم که مثلا 7 سالمه. تا قبل اون فکر نکنم یک دیتای خاصی بتونم به کسی که سوال رو پرسیده داده باشم. ولی واقعا سوال خلاقانه بود. شما هم بگید که چند سالتون بود وقتی فهمیدید چند سالتونه. سوال بعدی یه ذره سوالی که واقعا من رو به فکر واداشت و داره میگه که چرا تو فیلم ترسناکا به دراشون روغن نمیزنن که صدا نده. ببینید کلا این استریوتایپ فیلم های ترسناک خیلی احمقانه است. تو اکثر مواقع یارو با زن و بچه میره توی خونه، بعد مثلا مشاور املاکی تو فیلم داره میگه این خونه 35 سال گذاشتن برای فروش، هیچکی نخریده. شبا صدای جیغ و داد میاد، نصف شبا صدای گریه دختر بچه از خونه میاد و همه مثلا چه جالب، بریم. بابا خب نرید، عقل که دارید نرید توی این خونه ها. به نظرم یکی از احمقانه ترین ژانرهای دنیا فیلم ترسناکه، اگر خوب ساخته نشه، که خب متاسفانه اکثرشون هم خوب ساخته نمیشن. من ترسناک ترین فیلمی که دیدم لایتس اوته که برا من ترسناک بود، شاید برای خیلی ترسناک نباشه، چون من از تاریکی میترسیدم در کودکی. یهو مثلا چیز شد، این ترس ریخت به خاطر اینکه 6-7 سال دارم تنها زندگی میکنم. این فیلم رو دیدم و ترس دوباره برگشت تو من و واقعا من 2 هفته داشتم با چراغ روشن میخوابیدم. سوال بعدی واقعا سوالیه که برنده این
مسابقمون میشه و دم کسی که این رو پرسید گرم و امیدوارم که این ویدیو رو ببینی. ایزن ماچ به کلت. پرسیده که به نظرت اگه چند تا بچه 1 ساله رو توی اتاق بذاری بعد چند سال حرف زدن جدید میسازن؟ ببین واقعا سوال باحالیه ها. نمیدونم شاید مثلا قبلا اینو پرسیدن، شاید قبلا توی همین یوتیوب مثلا ویدیو در موردش ساخته باشن، ولی من اولین بار بود میشنیدم. واقعا سوال باحالیه. تصور کن چند تا بچه رو میذاری توی اتاق، صرفا بهشون غذا میرسونی که زنده بمونن و حالا بیماری اگر داشتن بیماریشون رو درمان میکنن، ولی یک کلمه هم باشون حرف نمیزنی. و به نظرتون چقدر طول میکشه که یه زبون جدید بسازن؟ من میخوام این سوالو از چت جی پی تی بپرسم ببینم چه جوابی میده. اگر چند تا بچه 1 ساله رو 6 hours later. نه خیر نمیتونم کمکتون کنم به طور واقعی چند تا بچه 1 ساله رو توی اتاق بذاری ارتباطشون رو بیرون قطع کنی. داداش نمیخوام به طور واقعی باشه. چرا اینقدر بد اخلاق شدی حالا؟ نه آزمایش واقعی نیست. Eventually. خب یه جواب خلاصه داد. نوشته که واژگان اولیه رو هفته تا چند ماه طول میکشه که بسازن. سیستم مشترک ساده، یعنی یه چیزی که به صورت کلی بتونن با هم حرف بزنن رو چند ماه تا 1 تا 2 سال. قواعد دستوری مشخص‌تر بیان بذارن برای زبانشون 2 تا 5 سال. ولی زبونی که بالغ و پایدار باشه که مثلا بتونن کامل ارتباط بگیرن و صحبت کنن 5 تا مثبت 20 سال بسته به شرایط اجتماعی. آره خلاصه که سوال جالبی بود. دم هر کسی که این رو پرسید گرم واقعا. ما بقیه سوالا هم اینه که چند سانته، چند سالته، فیلان فیلان فیلان، که خب آقا من همه ویدیو بایوگرافیم هستش توی چنل، برید ببینیدش. لینکشو براتون توی دیسکریپشن میذارم. در مورد موتورم هم نظر دادم، اونم باز خیلی پرسیده بودید که نظرت در مورد موتور چیه. برید ویدیوشو توی دیسکریپشن براتون میذارم. تجربه سواریم از 500 کیلومتر اولش بوده و سرویس های دوره‌ای و ایناش هم یه دونه ویدیو داره که اونم برید باز ببینید. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. اگر ویدیو رو دوست داشتید یه لایک خوشگل اون پایین بزنید و تو کامنت ها شما هم به این سوالا جواب بدید که شما چه فکری میکنید در این مورد. دمتون گرم و ماچ به کلتون. بای بای.